شماری از باشندگان ولایت کاپیسا میگویند طالبان امروز یک جوان به نام جلال را به اتهام بازی آنلاین پابجی در منطقه زیرستان تیرباران کردند و گفته من ویدیو را من دیدم. چطور وجدانتان راحت است که یک جوان، یک بچه، یک خانواده را به خاطر یک گیم ناق، به خاطر یک بازی ناق جانش میگیریم و که مرمی میزنیم؟ واقعا چطور وجدانتان راحت است؟ امروز کشورهای دیگر را میبینی روز به روز پیشرفت میکنه، ولی کشور ما را میبینی روز به روز پسرفت میکنه، روز به روز به عقب برمیگرده. یعنی چطور وجدانتان راحت میباشه که یک جوان بیگناه را بی دلیل به خاطر یک بازی ناق بکشه؟